سلام بر دوستان عزیز و فالوورای عزیز. امروز میخوام این قطعه خیلی مهم داخل دستگاه اسپرسو رو بهتون معرفی کنم به اسم پرشر سویچ. وظیفه این قطعه چیه؟ فشار بخار استیما رو تنظیم میکنه. یه مثبت یه منفی با این پیچ دو سو خور داره. با پیچ کشی دو سو به سمت مثبت بچرخونی فشار بخار رو افزایش میده، به سمت منفی فشار بخار استیما رو کاهش میده. متاسفانه برخی از استادان عزیز زمانی که دمای آب گروپا بالا یا پایین باشه میخوام با این چرخوندن این قطعه به سمت مثبت منفی تنظیمش کنن که سخت در اشتباهن. دمای آب گروپ رو چجوری تنظیم میکنیم؟ بچه ها اثر فلومترها یه دونه لوله باریک به سر اکسچنجر وصله که یه دونه شلنگ پنوماتیک داخلش هست که زمانی که آقا دما پایین باشه یا اثر جاش کنده شده که با انداختن سر جاش درست میشه و با کوتاه بلند کردن این شلنگ میتونید دمای آب گروپ رو تنظیم کنید. حالا زمانی که باز این کار رو کردین و دما درست نشد، دما پایین باشه، احتمال 90% از رسوب و جرمگیری باشه. با ما همراه باشید با آموزش‌های بیشتر. بدرود.